تصور کن در آسمون غروب اون ستاره درخشان که همیشه فکر میکنی یه چراغ آرومه، در واقع جهنمیه که میتونه سرب رو ذوب کنه. و حالا تصور کن 50 سال پیش وقتی هنوز نمیدونستیم زیر اون ابرهای طلایی چی پنهونه، یه فضاپیما رو فرستادیم داخلش، حتی بدون اینکه بدونیم قراره با چی روبرو بشیم. این داستان سفر به زهره است. داستان اشتباهات، شکست‌ها، رقابت جنگ سرد و شجاعت مهندس‌هایی که تصمیم گرفتن وارد خطرناکترین سیاره منظومه شمسی بشن. امروز با هم از اولین رویاها شروع می‌کنیم و قدم به قدم میرسیم به لحظه‌ای که برای اولین بار صدای فرود روی سطح جهنم رو شنیدیم. سلام همراهان عزیز و سلام به شما شنونده های کنجکاو. خوش اومدید به افق رویداد، پادکستی که در اون علم و داستان دست در دست هم میدن. من مهدی هستم، علاقه‌مند به کاوش در فضا. و من هوشیار هستم، پژوهشگری که عاشق کشف داستان‌های پنهان در پشت پدیده‌های علمیه. در افق رویداد هر اپیزود سفری است در مرز واقعیت و خیال، جایی که علم جون میگیره و قصه ها معنا پیدا میکنن. توی اپیزود 12 با ما همراه بشید تا با پروژه ونرا سفری داشته باشیم به سیاره زهره. هوشیار، بذار از یه تصویر خیلی ساده شروع کنیم. تصور کن هزاران سال پیش ایستادی وسط یه بیابون، آسمون تاریک مطلق و یه جرم فوق‌العاده درخشان نزدیک افق میبینی. چند ماه بعد همون جرم رو میبینی، ولی این بار قبل از طلوع خورشید، سمت دیگه آسمون. برای آدمای باستانی این اصلاً منطقی نبود. خیلی‌ها فکر میکردن دو تا ستاره مختلف رو دارن میبینن، یکی ستاره صبح و یکی ستاره شام. اصلاً نمیدونستن هر دو یکی‌ان، ونوس، زهره. همین اشتباه ساده نشون میده که این سیاره از همون اول هم یه جور معما بوده، نزدیک، درخشان، ولی دست نیافتنی. و جالبه که حتی تمدن‌های پیشرفته هم مثل یونانی‌ها مدتی طول کشید تا بفهمن این یه جسم واحده. بعد که فهمیدن سیاره است و دور خورشید میچرخه، تازه افسانه‌ها و اسطوره‌ها شکل جدی‌تری به خودش گرفت. اسمش رو گذاشتن ونوس، یعنی الهه عشق و زیبایی. اما زیباییش یه چیز فریبنده بود، چون از همون موقع یه ویژگی عجیب داشت. هیچکی نمیتونست سطحش رو ببینه. وقتی گالیله تو قرن 17 فازهای ونوس رو دید و فهمید مثل ماه هلال و بدر میشه، یه قدم بزرگ در اثبات منظومه خورشید مرکزی برداشت. ولی حتی گالیله هم پشت اون ابرهای ضخیم رو ندید. ابرها مثل یه پرده دائمی بودن، یه دیوار سفید و زرد که هیچ تلسکوپی ازش عبور نمی‌کرد. همین باعث شد تخیل دانشمندان و نویسنده‌های علمی تخیلی حسابی فعال بشه. اوایل قرن 20 خیلی‌ها فکر می‌کردن چون ونوس تقریباً هم اندازه زمینه و نزدیکتر به خورشیده، احتمالاً یه دنیای گرم و مرطوبه، شاید پر از اقیانوس‌های کم عمق یا جنگل‌های استوایی عجیب. حتی بعضی داده‌های طیف‌سنجی اولیه رو اشتباه تفسیر کرده بودند و خیال می‌کردن نشونه‌هایی از بخار آب یا ترکیبات مشابه زمین تو اون می‌بینند. یعنی یه سناریوی واقعی برای خواهر زمین. و همین تصور بود که باعث شد مهدی وقتی رقابت‌های فضایی شروع شد، زهره یک گزینه خیلی جدی باشه. خیلی امروز فکر میکنن که از اول مریخ قهرمان داستان بوده، ولی واقعیت اینه که تو دهه 50 میلادی زهره جذاب‌تر بود. جرمش تقریباً 80% زمینه، قطرش حدود 12,000 کیلومتر و گرانشش نزدیک به 9 برابر زمین. یعنی از لحاظ فیزیکی خیلی شبیه‌تر به زمین ما تا مریخ کوچیک و سرد. اگه قرار بود جای خارج از زمین قابل سکونت باشه، اون زمانا خیلی حدس می‌زدن ونوس انتخاب اول باشه. اما یه نکته فنی این وسط هست که کمتر دربارش حرف زده میشه. رسیدن به ونوس از نظر مداری سخت‌تر از مریخه. خیلی عجیبه، چون برای رفتن به مریخ داری از خورشید دور میشی، یعنی فضاپیما کم کم سرعت مداریش کاهش پیدا میکنه و وقتی به مقصد میرسی انرژی کمتری برای کم کردن سرعت لازم داری. ولی برای زهره باید به سمت خورشید شیرجه بزنی، یعنی سرعتت بیشتر میشه و وقتی به ونوس نزدیک میشی باید انرژی خیلی بیشتری مصرف کنی تا بتونی وارد مدارش بشی.
به زبان ساده، اختلاف سرعت‌های مورد نیاز برای مدار گرفتن دور ونوس تقریباً 2 برابر حالتیه که بخوای دور مریخ مدار بگیری. و این در حالی بود که اون زمان هنوز کسی نمیدونست مقصد نهایی اصلا چه شکلیه. سال 1961 وقتی شوروی اولین تلاش‌ها رو برای فرستادن کاوشگر شروع کرد، هنوز عدد دقیق دمای سطح یا فشار جو زهره اصلا مشخص نبود. فقط یه حدسایی می‌زدن. شاید جوش غلیظ باشه، شاید گرم باشه، ولی اینکه دمای سطحش حدود 460 تا 500 درجه سانتیگراد باشه و فشارش در حدود 90 برابر فشار سطح زمین باشه، هنوز قطعی نشده بود. یعنی مهندسا واقعا داشتن به سمت ناشناخته‌ها میرفتن. واقعا. و اینجاست که اسم ونرا وارد داستان میشه. برنامه‌ای که قرار بود اتحاد جماهیر شوروی رو به اولین لمس یه سیاره دیگه برسونه. ولی شروعش اصلا با شکوه نبود. پرتابای اولیه یا اصلا از مدار زمین خارج نشدن، یا موتور مرحله بالایی درست روشن نشد، یا سیستم هدایت دچار مشکل شد. چند تا مأموریت حتی قبل از اینکه اسم رسمی بگیرن شکست خوردن. انگار ونوس داشت مقاومت میکرد، میگفت نه نیاین. عجب نفرینی داره این ونوس. همزمان هم آمریکا بیکار ننشسته بود. مارینر 1 در سال 1962 پرتاب شد، ولی به خاطر خطای نرم افزاری و اشکال توی سیستم هدایت از مسیرش منحرف شد و مجبور شدن توی هوا منفجرش کنن. 40 seconds, still going good. Flame pattern is bellowing out now. Your attention, please. Mariner 1 was destroyed when it deviated from the flight path. There will be a press conference here in a few minutes. اون حادثه بعدها به یکی از نمونه‌های کلاسیک اهمیت مهندسی نرم افزار تو صنعت فضایی تبدیل شد. درست چند ماه بعدش مارینر 2 موفق شد از کنار ونوس عبور کنه و اولین داده‌های جدی رو از این سیاره برگردونه. و اون داده ها مثل سطل آب یخ بود روی همه رویاها. دمای سطح حدود 500 درجه سانتیگراد بود، یعنی داغ‌تر از نقطه ذوب قل و نزدیک به ذوب سرب. تازه فهمیدن اختلاف دمای روز و شب خیلی کمه، یعنی یه سیستم اثر گلخانه‌ای شدید داره کل سیاره رو یک دست داغ نگه می‌داره. این دیگه تصویر جنگل‌های مرطوب رو نابود کرد کاملا. ولی هنوزم یه چیز نامفهوم بود. فشار دقیق سطح و ترکیب کامل جو تو لایه‌های پایین. هنوز نمیتونستن به اون داده‌ها دسترسی پیدا کنن و بدونن اون پایینا چه خبره. هنوز هیچ تصویری هم از سطح وجود نداشت. فقط حدس و اندازه‌گیری غیر مستقیم بود. یه جور تعلیق علمی. میدونستی جایی که داری میری خطرناکه، ولی نمیدونستی چقدر. و همین تعلیق باعث شد تصمیم بزرگی گرفته بشه. فقط عبور نکنیم، فقط از دور نگاه نکنیم، بریم داخل جو، بفرستیمش پایین، حتی اگه خرد بشه، حتی اگه فقط چند دقیقه داده بفرسته. اینجا دیگه بحث رویا نبود، بحث شجاعت مهندسی بود. ساختن یک کپسول فلزی که بدون شاید هرگز بر نگرده، ولی حقیقت رو نشون میده. و این تصمیم نقطه عطف داستان امروزه. از اینجا به بعد ونوس دیگه یه تصویر شاعرانه توی آسمون شب نبود، بلکه تبدیل شد به یک آزمایشگاه خشن طبیعی که قرار مرزهای فناوری انسان رو امتحان کنه و اولین قدم واقعی به سمت اون جهنم طلایی با ونرا 4 برداشته میشه. سال 1967 را تصور کن. اتاق کنترل شوروی. دانشمندها خیره به صفحه ها و یک کپسول فلزی کوچیکی به اسم ونرا 4 که داره به سمت ونوس سقوط میکنه.
یه فرود نرم نه یه مأموریت طولانی، فقط یه هدف ساده و ترسناک داشت، وارد جو بشه تا جایی که میتونه دوام بیاره و قبل از نابودی داده بفرسته. این یه کره تیتانیومی تقریباً 1 متری بود. داخلش چند تا ابزار ساده برای اندازه‌گیری فشار، دما و ترکیب شیمیایی جو همراه با یه باتری محدود و یه آنتن. همه میدونستن احتمال رسیدن سالم به 100 تقریباً 0، ولی همین چند دقیقه داده میتونست تصویر ونوس رو برای همیشه تغییر بده. و لحظه ورودش واقعاً وحشتناک بود. سرعت برخورد با جو حدود 40,000 کیلومتر بر ساعت. یعنی مثل اینکه از تهران تا شیراز رو در کمتر از 1 دقیقه طی کنید. وقتی وارد جو شد، اصطکاک با مولکول‌های گاز اونقدر شدید بود که سپر حرارتی بیرونی به دمایی در حدود 11,000 درجه سانتیگراد رسید. البته اون عدد فقط مربوط به سطح سپر تو شوک اولیه است، نه داخل کپسول. ولی همین نشون میده ورود به ونوس اصلا شوخی بردار نیست. بعد از کاهش سرعت چتر باز شد و مرحله آرامتر سقوط شروع شد. لحظه‌ای بود که داده‌ها شروع کردن به ارسال شدن. اولش همه چیز فریبنده و حتی امیدوار کننده بود. فشار حدود 1 اتمسفر، تقریبا مثل سطح زمین. دما حدود 30 درجه سانتیگراد. یعنی اگه فقط همون داده‌های اولیه رو می‌دیدی، شاید هنوز یک کورسوی امیدی باقی میموند که ونوس خیلی هم جهنمی نیست، ولی هرچی پایین‌تر رفت اعداد تغییر کردن. فشار 2 برابر شد، 5 برابر شد، 10 برابر شد و هی بالا میرفت. دما هم از 100 گذشت، 150، 200، 250 و همچنان افزایش پیدا میکرد. اما آخرین داده‌هایی که ونرا 4 موفق شد بفرستدشون نشون میداد که فشار به حدود 22 برابر سطح زمین رسیده. دمایی هم حدود 250 درجه سانتیگراد رو ثبت کرد. و بعد ناگهان سکوت. بعدها تحلیل‌ها نشون داد که این کپسول اصلا به 100 نرسید، چون فشار واقعی سطح ونوس خیلی بیشتر از این عدد است. یه چیزی حدود 90 برابر فشار سطح زمین، یعنی تقریبا 9 مگاپاسکال. برای مقایسه این معادل ایستادن در عمق حدود 900 متری اقیانوسه. یه جورایی ونرا 4 عملاً قبل از لمس سطح زیر این فشار سنگین خورد شد. و همون لحظه بود که تصویر ونوس کاملا فرو ریخت. مشخص شد جو این سیاره تقریباً 96% دی اکسید کربونه. مقدار کمی نیتروژن داره، آب هم کمتر از 1% و اکسیژن تقریباً 0. این ترکیب باعث یه اثر گلخانه‌ای فراری شده. یعنی گرمای خورشید وارد جو میشه ولی به خاطر ضخامت و ترکیب گازها راه فراری نداره. نتیجه دمای سطح بین 465 تا 475 درجه سانتیگراده. و مهمتر از همه تفاوت دمای روز و شب تقریبا ناچیزه و ونوس شبش خنک نیست. میشه گفت مهدیه جو ونوس مثل یه پتوی عظیم و چند لایه دور سیاره پیچیده شده. نور مرئی خورشید از لایه‌های بالایی عبور میکنه و سطح رو گرم میکنه. اما تابش فروسرخ که میخواد برگرده به فضا در لایه‌های غلیظ دی اکسید کربن گیر میفته. این دقیقاً همون مکانیزمیه که ما روی زمین هم داریم. ولی در ونوس به شکل افراطی و کنترل نشده هر روز در حال تکراره. و تازه لایه ابرها رو هم در نظر بگیر. ابرهایی از قطعات اسید سولفوریک که در ارتفاع بین 40 تا 60 کیلومتری شناورند. همین ابرهای اسیدی باعث میشن ونوس اینقدر در آسمان درخشان بشه که حدود 75% نور خورشید رو بازتاب بده. برای همین بعد از ماه درخشان ترین جرم آسمونه. ولی زیر این ظاهر زیبا دینامیک جو واقعا خشنه. در ارتفاعات بالاتر بادها میتونن به حدود 100 متر بر ثانیه برسن. یعنی چیزی نزدیک 360 کیلومتر بر ساعت. این پدیده رو ابرچرخش میگن چون جو خیلی سریعتر از خود سیاره میچرخه. جالبه که نزدیک سطح سرعت باد کمتره، ولی چون چگالی هوا اینقدر بالاست حتی همین سرعت کم هم نیروی زیادی وارد میکنن. مثل اینکه تو آب راه بری و جریان آرام هم بتونه بهت فشار زیادی ایجاد کنه. این ترکیب دما، فشار و شیمی خورنده باعث میشه هر چیزی که وارد اون محیط بشه یه عمر محدود و کوتاهی داشته باشه. دقیقاً. بعد از ونرا 4 شوروی عقب نکشید. ونرا 5 و 6 رو فرستاد. این بار چترها کوچیک‌تر طراحی شده بودن تا کپسول سریعتر سقوط کنه و زمان کمتری داخل لایه‌های کشنده جو بمونه.
داده‌های بیشتری جمع شد، ولی باز هم قبل از رسیدن به سطح هر دو مأموریت از بین رفتن. اما یه نکته مهم بود. حالا مهندسا تصویر واضح‌تری داشتن. میدونستن باید برای فشارهای بسیار بالاتر اون سیستمشون رو طراحی کنن، حتی تا حدود 180 اتمسفر برای اطمینان. و مهدیه، همین تجربه ها بود که ونرا 7 رو شکل داد. این دیگه یک کپسول معمولی نبود. بیشتر شبیه یک گلوله توپ جنگی ضخیم و سنگین به نظر می رسید. دیوارها تقویت شده بودند. طراحی داخلی ساده تر شده بود تا اجزای حساس کمتر باشن و یه سیستم خنک کننده داخلی هم بهش اضافه کرده بودند. قبل از ورود دمای داخل کپسول رو تا حدود -8 درجه سانتیگراد پایین آوردن تا حداقل بتونن چند دقیقه وقت اضافی بخرن تا بیشتر عمر کنه توی جو. حتی چتر هم طوری طراحی شده بود که دیرتر باز بشه و سرعت سقوط بیشتر باشه و مدت زمان حضور در لایه‌های میانی جو کاهش پیدا کنه. همه چیز مهندسی شده بود برای یه مأموریت کوتاه، خشن و بی‌رحم. ولی با تمام این محاسبات دقیق، یه چیز هنوز خارج از کنترل بود: خود ونوس. ونرا 7 وارد جو شد و مهدیه دقیقاً همونجا بود که طبیعت این سیاره دوباره خودش نشون داد. باز هم داستان یه پیچ غیر منتظره برداشت. حالا رسیدیم به اون لحظه‌ای که همه چیز جدی میشه. سال 1970 ونرا 7 وارد جو ونوس میشه. این بار شوروی واقعا آماده تر بود. کپسول تقویت شده، دیوارها ضخیم‌تر شدن، طراحی ساده‌تر، سیستم خنک کننده داخلی وجود داره. وقتی وارد جو شد، همه چیز طبق برنامه پیش میرفت. سرعت اولیه وحشتناک بود، ولی سپر حرارتی کارش رو انجام داد. استکاکو کم کرد، بعد چتر باز شد و با باز شدن چتر سرعت کاهش پیدا کرد. داده‌ها سریع ارسال می‌شدن. با ارسال این داده‌ها مهندسا دیدن فشار داره بالا میره، دما بالا میره، ولی هنوز سیگنال برقرار بود. برای این مهندسا و برای طراحا هر ثانیه‌ای که میگذشت یه پیروزی کوچیک محسوب میشد. چون اونا دقیقاً میدونستن که وارد محیطی میشن که قبلا 2 مأموریت رو نابود کرده. اما این بار طراحی متفاوت بود مهدیه. چتر طوری تنظیم شده بود که کپسول رو خیلی آهسته پایین نیاره، چون هر دقیقه اضافی توی جو موندن یعنی گرمای بیشتر، یعنی فشار بیشتر و احتمال شکست بیشتر. ولی 6 دقیقه بعد از باز شدن چتر اتفاقی افتاد که همه رو شوکه کرد. چتر پاره شد. اون هم فقط زمانی که حدود 3 کیلومتر تا سطح فاصله باقی مونده بود. یعنی درست نزدیک خط پایان. و اینجا یه تصویر خیلی عجیب شکل میگیره. کپسول شروع میکنه به سقوط آزاد. ولی سقوط آزاد دیگه مثل زمین نیست. چون جو ونوس فوق‌العاده چگاله. تقریبا مثل اینکه تو یه سیال سنگین مثل عسل سقوط کنی. بنابراین سرعت نهایی خیلی بالا نرفت. حدود 60 کیلومتر بر ساعت که با همین سرعت هم به سطح برخورد کرد.
حالا تصور کن یه توپ فلزی ضخیم تحت فشار 90 برابر زمین و دمای نزدیک 500 درجه با اون سرعت به زمین برخورد کنه. طبیعی بود که مهندسا فکر کنن کار تمومه. تو همون حال و هوا هم یه جورایی سیگنال تقریباً محو شد. همه فکر کردن مأموریت شکست خورده و از همدیگه تشکر کردن و گفتن خب دیگه تموم شد، بریم سراغ بعدی. ولی درست چند هفته بعد وقتی داده ها رو با دقت بیشتری بررسی کردن، متوجه یه چیز عجیب شدن. یه سیگنال ضعیف. خیلی ضعیف. درست بعد سقوط همچنان ادامه داشته. اونم 23 دقیقه بعد از برخورد. اینا یعنی ونرای 7 نه تنها به سطح رسید، بلکه 23 دقیقه هم روی سطح زنده مونده بود. خیلی جالبه. احتمال زیاد اینه که کپسول روی پهلو افتاده بود و آنتنش درست به سمت زمین جهتگیری نداشته. برای همین سیگنال خیلی ضعیف بوده. ولی همون سیگنال ضعیف کافی بود تا مهمترین داده ها منتقل بشه. دمای سطح حدود 475 درجه سانتیگراد بود. فشار حدود 90 برابر فشار زمین. این اولین بار تو تاریخ بود که بشر به صورت مستقیم از سطح یه سیاره دیگه داده دریافت میکرد. نه از مدار سیاره، نه به خاطر عبور از کنار سیاره، از سطح سیاره. و این یه نقطه عطف واقعی بود، چون حالا دیگه هیچ شکی باقی نمونده بود که ونوس یه دنیای جهنمیه. دمایی که میتونه صبح رو ذوب کنه، فشاری که معادل تقریبا 900 متر زیر سطح اقیانوسه. با این حال مهندسی انسان تونسته بود حداقل برای چند دقیقه دووم بیاره. این ترکیب علم و جسارت واقعا شگفت انگیز مهدیه. ولی داستان اینجا تمام نشد. 2 سال بعد در سال 1972 ونرای 8 فرستاده شد. این بار چت درست کار کرد، فرود نرمتر انجام شد و کپسول تونست حدود 63 دقیقه روی سطح دووم بیاره. یعنی بیشتر از 1 ساعت تو محیطی که هر ماده معمولی رو ظرف چند دقیقه نابود میکنه، ونرای 8 تونست زنده بمونه. این مدت زمان بیشتر اجازه داد اندازه‌گیری‌های خیلی دقیق‌تری هم انجام بشه. یکی از کشف‌های مهم ونرای 8 مربوط به نور محیط بود. تا قبل از اون دانشمندان نمیدونستن سطح زهره کاملا تاریکه یا نه. ونرای 8 نشون داد که نور تقریبا شبیه یه روز ابری روی زمینه. دید افقی حدود 1 کیلومتره. یعنی اگه اونجا وایسی، اگه در واقع زنده بمونی تو اون فشار دمای زیاد، میتونی افق کوتاه و مه‌آلودی رو ببینی. این کشف خیلی مهم بود، چون یه جوری نشون داد امکان عکاسی هم وجود داره. علاوه بر نور ترکیب خاکم بررسی شد. نتایج نشون میدادند سطح ونوس شبیه بازالت قلیاییه، یعنی سنگ‌های آتشفشانی. این یعنی ونوس از نظر زمین شناسی فعال بوده یا حداقل گذشته پر از فعالیت آتشفشانی داشته. این خودش تصویر جدید ساخت که یه دنیای پوشیده از اقیانوس نیستش، بلکه دشت‌های سنگیه. شاید جریان‌های قدیمی گدازه که حالا زیر اون آسمون زرد رنگ ساکت شدن. حالا دیگه سوال فقط درباره دم و فشار نبود. سوال این بود که این جهنم دقیقاً چه شکلیه؟ اون سطحی که دم و فشارش حالا میدونیم چه منظره‌ای داره؟ صافه، صخره‌ایه، یه دشت بزرگ پر از کوه و دهانه است؟ یا اینکه یه سطح عجیبیه که تا حالا تجربهش نکردیم؟ برای جواب این سوال فقط دیگه داده‌های عددی کافی نبودن. بشر این بار میخواست روی ونوس رو ببینه. و هوشیار، همین آتش دیدن بود که مسیر رو به سمت ونرای 9 باز کرد. مأموریتی که برای اولین بار دوربین رو به سطح ونوس برد. چون حالا دیگه فقط لمس جهنم کافی نبود. باید تصویرش رو هم می‌دیدیم.
خب حالا رسیدیم به اون جایی که داستان از بقا میرسه به دیدن. سال 1975 ونرای 9 و ونرای 10 پرتاب میشن. این بار طراحی کاملا متفاوت بود. دیگه فقط یک کپسول سقوط کننده نبود. هر مأموریت 2 بخش داشت. یه مدارگرد که دور سیاره میچرخید و داده ها رو به زمین مخابره میکرد و یه فرودگر که به سمت سطح میرفت. انگار شوروی گفته بود که حالا که تونستیم چند دقیقه روی این جهنم دووم بیاریم، وقتشه چشم باز کنیم و ببینیم کجا هستیم. و طراحی فرودگر هم حسابی تغییر کرده بود. اون توپ فلزی ساده حالا تبدیل شده بود به یه ساختار پیشرفته‌تر با یه حلقه بزرگ بالایی که مثل یه ترمز هوایی عمل میکنه. وقتی که وارد جو میشد، اول سپر حرارتی از پایین جدا میشد، بعد چتر تو ارتفاع بالا باز میشد تا سرعت کم بشه، اما در نزدیکی سطح این بار چتر رها میشد تا اون حلقه بزرگ به عنوان مقاومت آیرودینامیک باقی بمونه. هدف این بود که فرود سریع باشه ولی کنترل شده. همه چیز مهندسی شده بود تا چند 10 دقیقه بیشتر زمان بخرن. و مهمتر از همه، برای اولین بار دوربین روی ونوس فرود می اومد. این یه چالش خیلی بزرگ بود، چون تو داری یه سیستم اپتیکی خیلی ظریف رو میفرستی به جایی که دما نزدیک 465 درجه سانتیگراده و فشار انقدر بالاست که حدود 9 مگاپاسکاله. یعنی نه تنها باید بدنه مقاوم باشه، بلکه لنز، سیمکشی، حسگر تصویر و کل سیستم الکترونیکی هم باید زنده بمونه تو اون شرایط فجیع. دوربین ها داخل محفظه فشار قرار داشتن و از طریق پریسکوپ ها به بیرون نگاه میکردن. نور از یه پنجره ضخیم مخصوص عبور میکرد، بعد توسط سیستم اپتیکی اصلاح میشد تا اعوجاج ناشی از اون شیشه ضخیم جبران بشه. هر فرودگر 2 تا دوربین پانورامیک داشت که میتونست حدود 180 درجه از اطراف رو اسکن کنه و در مجموع یه نمای 360 درجه‌ای از اطراف فضاپیما بسازه. ولی طبیعت ونوس یه شوخی تلخ دیگه هم داشت. روی ونرای 9 فقط یکی از پوشش‌های لنز باز شد. یعنی نصف دید از بین رفت. ولی همون یه دوربین هم کافی بود تا تاریخ عوض بشه. وقتی اولین تصویر رسید، دانشمندا با یه منظره کاملا بیگانه روبرو شدن و انگشت به دهان داشتن به صفحه مانیتور نگاه می‌کردن. کاش من اون لحظه رو ونوس بودم واقعا. سطحی پوشیده از صخره‌های تیره و زاویه دار، زمین ناهموار و یه آسمون زرد خاکستری مه‌آلود. افق کوتاه بود چون چگالی بالای هوا باعث می‌شد که پراکندگی نور زیاد باشه و دید محدود بشه. اون تصویر سیاه و سفید شاید از نظر کیفیت امروزی ابتدایی به نظر برسه، ولی از نظر علمی یه انفجار بزرگ تو اون زمان بود. برای اولین بار انسان واقعا داشت سطح ونوس رو میدید. اعداد و نمودار نه، سطح رو میدید. بعد از اون ونرای 10 هم تصویر گرفت و اطلاعات بیشتری داد. اما اوج ماجرا برای اوایل دهه 1980 با ونرای 13 و 14 رقم خورد. این بار تصویرها رنگی بودن و وقتی اون عکس‌های نارنجی قهوه‌ای منتشر شدن، دیگه هیچکی نمیتونست بگه زهره دنیای شبیه زمینه. همه چیز رنگی از گرمای شدید داشت. سنگ‌ها زیر نور فیلتر شده خورشید که از میان لایه‌های ضخیم ابر و جو دی اکسید کربنی عبور کرده بودند، یک طیف گرم و خفه کننده پیدا کرده بودند و یک ظاهر گداخته‌ای رو به نمایش می‌ذاشتن. ونرا 13 واقعا شاهکار بود. بیش از 2 ساعت روی سطح دووم آورد. تقریباً 4 برابر چیزی که مهندسان انتظار داشتن. این مدت زمان اضافه اجازه داد آزمایش‌های بیشتری انجام بشه. فقط عکس نبود، طیف سنجی خاک انجام شد، ترکیب شیمیایی سنگ‌ها بررسی شدند و حتی یه بازوی مکانیکی نمونه از خاک رو آنالیز کرد. نتایج نشون داد سطح همونطور که گفتیم عمدتاً بازالتیه، مشابه سنگ‌های آتشفشانی روی زمین. و یکی از جذاب‌ترین جزئیات وجود میکروفون روی ونرای 13 بود. اون صدایی که ضبط شد، صدای باد در سطح ونوس و حتی صدای برخورد ابزار حفاری با خاک بود. تصور کن در محیطی با اون دما و فشار یه دستگاه داره صدا ضبط میکنه. این یه پیروزی مهندسی بی‌نظیره. در حالی که بیرون کپسول دما حدود 465 درجه و 9 مگاپاسکال فشار بود، داخلش هنوز الکترونیک کار میکرد. با همه موفقیت‌ها یه محدودیت اساسی باقی موند. ما میتونستیم نقطه‌ای از سطح رو ببینیم، چند متر اطراف فرودگر رو بررسی کنیم، ولی تصویر کلی نداشتیم. نمیدونستیم این صخره‌ها بخش از یه دشت وسیع هستن یا دامنه یه آتشفشان بزرگ.
ابرهای ضخیم اسید سولفوریک اجازه نمیدادن هیچ تلسکوپی از مدار سطح رو در نور مرئی ببینه. اینجا بود که دانشمندا دیگه فهمیدن باید سراغ طول موجی برن که ابرها رو دور بزنه. نور مرئی جواب نمیداد. فروسرخ محدود بود. ولی رادار میتونست از میان ابرها عبور کنه، به سطح برخورد کنه و برگرده. یعنی به جای دیدن با چشم، باید دیدن با امواج رادیویی رو امتحان میکردن. این قدم بعدی بود. از عکس‌های نقطه‌ای رسیدن به نقشه برداری سراسری. پس اگه ونرا 9 و 13 چشم ما روی سطح بودن، مرحله بعدی قرار بود مغز ما باشه. ساختن یه نقشه کامل از یه دنیای داغ. چون حالا دیگه فقط میخواستیم بدونیم اون پایین چه شکلیه. میخواستیم بفهمیم کل سیاره چه داستانی پشت خودش پنهان کرده. حالا فرض کن ما چند تا عکس نقطه‌ای از سطح ونوس داریم. چند متر اطراف فرودگاه رو هم می‌بینیم. می‌دونیم سنگ‌ها بازالتی هستند، می‌دونیم آسمون زرد و خفه کننده است. اما یه سوال بزرگ هنوز بی جواب مونده. کل این سیاره چه شکلیه؟ آیا این صخره‌ها بخشی از یه دشت بیابونی هستند یا کنار یه آتشفشان عظیم نشستیم؟ چون اون ابرهای اسید سولفوریک اجازه نمیدادن هیچ تلسکوپی از مدار در نور مرئی سطح رو ببینه، اینجا بود که دانشمندا تصمیم گرفتن با یه ابزار متفاوت سراغ دیدن سیاره برن، نه با نور بلکه با رادار. رادار میتونه از میون ابرهای ضخیم عبور کنه، به سطح برخورد کنه و بازتابش رو ثبت کنه. سال 1983 مدارگردهای ونرا 15 و 16 وارد صحنه شدن. اینها دیگه فرود نمی اومدن، بلکه دور سیاره میچرخیدن و با رادار شروع به نقشه برداری میکردن. وضوح تصویر حدود 1 تا 2 کیلومتر بود. شاید امروز برامون زیاد دقیق به نظر نیاد، ولی اون زمان یه انقلاب بزرگ بود. برای اولین بار ما داشتیم توپوگرافی گسترده ونوس رو میدیدیم، نه یه نقطه، هزاران کیلومتر از سطح. همون نقشه‌های اولیه بود که نشون دادن ونوس یه دنیای یکنواخت و ساده نیست. ساختارهای پیچیده‌ای دیده میشد. دشت‌های وسیع که انگار با گدازهای قدیمی پوشیده شده بودند، مناطق مرتفع، چین خوردگی‌های پوسته. اما اوج داستان سال 1990 با مأموریت ماجلان این بار توسط ناسا اتفاق افتاد. این فضاپیما با رادار بسیار دقیق‌ترش تونست حدود 98% از سطح ونوس رو با وضوح تقریباً 120 متر به ازای هر پیکسل نقشه برداری کنه. این یعنی ما تقریباً کل سیاره رو با جزئیاتی دیدیم که قبلاً غیر قابل تصور بود برامون. و نتیجه خیلی حیرت انگیز بود. دشت‌های بازالتی عظیم که بخش بزرگی از سطح رو پوشونده بودن. آتشفشان‌های بزرگ شبیه آتشفشان‌های هاوایی ولی در مقیاسی حتی بزرگتر و یه سری ساختارهای حلقه‌ای عجیب که بهشون میگن کرونا. اینها حلقه‌هایی به قطر صدها کیلومترن که احتمالاً به خاطر بالا اومدن ستون‌های داغ گوشته و فروپاشی بعدی پوسته شکل گرفتن. یعنی پوسته ونوس از پایین تحت فشار و تغییر بوده. یکی از مهمترین کشف‌ها تعداد نسبتاً کم دهانه‌های برخوردی بود. وقتی سطح یه سیاره قدیمیه، باید پر از جای برخوردی شهاب‌سنگا باشه. ولی ونوس اونقدر هم دهانه نداشت که انتظار می‌رفت. این یعنی سطحش نسبتاً جوونه. احتمالاً کمتر از 1 میلیارد سال سن داره. در مقیاس زمین‌شناسی این یعنی تازه نفسه.
انگار کل سطح یه بار تقریبا از نو ساخته شده. بله دقیقاً، و این ما رو به فرضیه بازسازی سراسری سطح میرسونه. بعضی مدل ها میگن ونوس ممکنه دوره‌هایی از فعالیت آتشفشانی عظیم داشته باشه که طی اونها بخش بزرگی از پوسته با جریان‌های گسترده گدازه پوشیده شده. برخلاف زمین که صفحه‌های تکتونیکی فعال داره و پوسته به صورت پیوسته بازیافت میشه، ونوس صفحه‌های تکتونیکی مشابه زمین نداره. اما این به این معنا نیست که مرده است. پوستش پویاست، فقط سازوکارش فرق داره. و در کنار ویژگی‌های ژئولوژی، جو هم همچنان معماهای خودش رو حفظ کرده. یکی از عجیب‌ترین پدیده‌ها گردبادهای دوقلوی قطبیه. در هر قطب ونوس به جای یه چشم طوفان مثل گردبادهای زمین، 2 تا چشم وجود داره که دور هم میچرخن. این ساختارها در تصاویر فروسرخ هم دیده شدن و مدل سازیشون واقعا سخت بوده. جو ونوس در کل یکی از پیچیده‌ترین سامانه‌های دینامیکی در کل منظومه شمسیه. ترکیبی از ابرچرخش سریع، لایه‌بندی دمایی عجیب و یک شیمی خورنده. و حالا سوال بزرگتری مطرح میشه. آیا ونوس همیشه اینطوری بوده؟ بعضی مدل‌های اقلیمی میگن شاید میلیاردها سال پیش شرایط ملایم‌تری داشته. شاید حتی اقیانوس‌های کم عمق داشته قبلا. ولی اگه اینطوری بوده، اثر گلخانه‌ای همه چیز تغییر داده. وقتی دما بالا رفت، آب تبخیر شد و بخار آب که خودش یه گاز گلخانه‌ای قویه، گرما رو بیشتر حبس کرد. در نهایت مولکول‌های آب تو لایه‌های بالایی تجزیه شدند. هیدروژن سبک به فضا رفت و اکسیژن با سنگ‌های سد واکنش داد. نتیجه چی شد؟ یه سیاره خشک و سوزان. و اینجاست که ونوس تبدیل میشه به یه هشدار کیهانی، چون نشون میده اگه تعادل انرژی و اثر گلخانه‌ای از کنترل خارج بشه، یه دنیای هم اندازه زمین میتونه به جهنم تبدیل بشه. با اینکه 50 سال از آخرین فرود ونرا میگذره، هنوز هیچ مأموریتی دوباره روی سطحش ننشسته. دلیلش ساده است. ونوس بیرحمه و هر چیزی رو در عرض چند ساعت نابود میکنه. اما تکنولوژی متوقف نشده. امروز درباره الکترونیک هایی صحبت میکنیم که میتونن در دماهای بالا کار کنن، یا سیستم های خنک کننده پیشرفته تری که زمان بقا رو افزایش بدن. حتی ایده هایی برای کاوش در ارتفاع حدود 55 کیلومتری وجود داره، جایی که دما و فشار تقریبا شبیه زمینه. اونجا شاید بالون ها یا پایگاه های معلق بتونن مدت ها دوام بیارن. کسی نمیدونه. تصورش هم حتی مهدی خیلی جالبه. اون شهرهایی که معلق باشن توی ابرهای اسیدی، جایی که بیرونش اسید میباره ولی داخلش فشار دما قابل تحمله. سیاره‌ای که زمانی امید سکونت بود، بعد به کابوس تبدیل شد و حالا دوباره به موضوع رویاهای علمی برگشته. اما در هر صورت ونوس همون ستاره درخشان صبح و شامه. حالا ما میدونیم پشت اون درخشش یه داستانی از آتش، فشار و تغییر نهفته است. ممنون که تا اینجا افق رویداد رو همراهی کردین. اگر از این اپیزود لذت بردین، حتما روی کست باکس، اپل پادکست و یوتیوب ما رو دنبال کنید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. یادتون نره نظرتون رو حتما با ما در میون بذارید. اگه موضوع یا سوالی دارید توی دایرکت یا کامنت مطرح کنید. همینطور میتونین در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید تا از مطالب تکمیلی در مورد این اپیزود با خبر بشید. پس با ما بمونید و برای قسمت‌های بعدی افق رویداد آماده باشید. تا لبه افق رویدادها کنجکاو بمانید.